زندگی واقعی ورسس زندگی ماینکرافتی. ساخت خونه. خب تو زندگی واقعی اینطوری که اول باید نقشه بکشی، بعدم بری مسائل ساختمانی بخری و کارگر ساختمانی خونه تو بسازی. ولی زندگی ماینکرافتی اینجوریه. ایول اسپام شد. درخت باجی بکنم. یه دونه، این دوتا، این سومیش، چهارمی، 5 تا، ششمی آخریش دیگه ایشالله. آره بده بیاد. یکم نیاز به خاک داریم، خاکامونو بکنیم و خونه رو برپا کنیم. ایول آقا بنازم، نگاه خونه رو کیف کن بابا، باری کلا. نگاه در داره، دیوارم که داره، اینم که رفتینش. وقتی گشنت میشه تو زندگی واقعی اینطوری که قطعا اول میریم آشپزخونه رو سر به یخچال میزنیم یا اینکه از بیرون غذا سفارش میدیم. ولی تو زندگی ماینکرافت اینطوریه که خب این شمشیر ایول گاف بس اینجا بیشرف بمیره عوضی. ایول یه گوسفندم بالاست بسته، اینم منم بکشم. آشغال. خب وقتشه برم بپزمش رو کیف کنم. ایول پختش نوش جان.